قراره توی این ویدیو 3 نفر برای 24 ساعت کامل توی جنگلی بکر و بدون هیچ امکاناتی زندگی کنن. اما یه سری چالش داریم ما با این 3 نفری که اینجا میبینید. خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو ما یه سری چالش ها داریم که هر چالش یه برنده، یه شخصی که وسطه یعنی انگاری دوم شده و یه نفر سوم داریم. توی این چالش ها هر کسی به نسبت اون رتبه‌ای که میگیره یه سری امکانات دریافت میکنه و باید با اون امکانات این 24 روز رو بگذرونه. در واقع این 24 روز برای یکی خیلی قرار سخت باشه. 24 روز گفت؟ بله. 24 ساعت ببخشید. توی این 24 ساعت در واقع برای یه سریا ممکنه خیلی سخت بگذره بدون امکانات کافی، حتی آب، غذا، و برای یه سریا ممکنه خیلی راحت باشه. ناراحت شدین؟ قراره خیلی خوش بگذره. پس لیتس گو. سلام بچه‌ها، چطورید؟ من بهارم، شرکت کننده شماره 1. امروز توی این ویدیو کل چیزایی که من دارم، یه دوربین، یه پایه میکروفون، بریم ببینیم چی پیش میاد دیگه. هلو دوستان، من امیرم، شرکت کننده شماره 2 با این اوصاف و اینکه کلا یه دوربین دارم اما تجربه زیادی تو زندگی بیرون از خونه رو دارم. بریم ببینیم چی پیش میاد. برای من که ایزیه اینجا بشه. دوستان عزیزم سلام، خوش اومدید به این ویدیو خفن. من یه صدایی داشتم اینجا میشیدم، مثلا کاری ندارم که یک کی دو کی، من 13 مثلا مهمی چند نفر تو این پارکن. پارک من اینجا میگم پارک، رقیب نمیبینم. خیلی خوب، واسه این قسمت که اولین قسمت هست شما باید جایی که میخواید اتراق بکنید رو انتخاب بکنید. 1 دقیقه وقت دارید از همین الان توی 20 متری همدیگه، یعنی باید فاصلتون نهایتا 20 متر از همدیگه باشه. یه جایی رو انتخاب کنید که قراره اونجا محل زندگیتون باشه دیگه. 1 2 3 شروع. بچا ساعت هم الان دقیقاً 12 ظهره. ما دقیقاً از الان چالشمون شروع شد. فردا هم دقیقاً تا همین موقع ما هستیم، البته 1 ساعت کمتر، که 24 ساعت زندگی بچه‌ها. واسه اینکه یه جایی رو پیدا کنیم به نظرم اول باید درختای خوبی کنارش داشته باشه. به خاطر همین پس میام این پایین. بذار بهتون اینجا رو نشون بدم. اینجا خیلی درخت داره و به نظرم میتونه خیلی محیط مناسبی باشه، چون اینجا 4 تا درختم داره. میتونم درختای کوچولو موچولو بهش وصل کنم و چیز خوبی در بیارم. ما باید دنبال جایگاه بگردیم برای اتراقمون که بابت این اتراق ما شبو داریم و اینکه جای خوابمون باید سیف باشه. ببین اون سمت جاده است. بذار من کامل بهتون نشون بدم فضا رو. ببینید اون سمتی که الان میبینید میخوره به جاده و اینا، تردد و اینا زیاده. من دنبال یه جاییم که خیلی بکرتر و سیفتر باشه و جداتر باشه. اینکه حالا احتمالاً اون سمت رو در نظر بگیرم و شاید هم اون ور، یعنی یه مقدار از جاده جدا باشه و مرکز باشه. هیچ حرفی نمیزنم تا برسم به جام. خب جام یه جاییه که هم نزدیک سعیده. یه موقع اگه چالشی چیزی داد سری میدوام سمتش. یه جایی هم هست که یه درخت و چوب و اینا هم هست. قشنگ میشه اینجا یه آتیشی هم درست کرد. به نظرم حاجی خفنه، ولی این بالا به نظرم از همش خفن‌تره. ولی خب همینجا میمونم حاجی. خیلی حال میده خودت تو بازی نباشی. داور باشی بخندی بهشون. به نظرم اینجا مناسبه. من اینجا رو انتخاب کردم. همون وسط؟ آره. خوب بیا بریم ببینیم چجوریه. خب بهاره بچه‌ها جاشو مثل اینکه پیدا کرده. بذار ببینیم کجاست. البته آتیش روشن کردنم اینجا یکم باگ داره واسه. خب پس تو بیشتر فکر کن. همینجا؟ من بیشتر میخوام. اینجا آخه نمیتونم آتیش روشن کنم. آقا من اینجا رو انتخاب میکنم. چرا؟ چون 3 تا درخت داریم. 1 2 و 3. این 3 تا درخت برامون اوکی ان. اینجا فلته، زمین اینجا فلته. این برام یه مقدار شیب داره که حالا تنها باگی که زمین داره اینجا، یعنی این فضایی که انتخاب کردیم. ولی خب این 3 تا درخت اوکی ان، شرایطو بهتر میکنن برامون. همینجا میمونم. اینجا قشنگ همین جوریه. همونجوری دارید میبینید. دارم فکر میکنم. چاکریم. اوکی، دارم فکر میکنم که اینجا بمونم یا برم پایین‌تر. خب ولی برم پایین‌تر حاجی به چالش‌های سعید نمیرسم. من میگم همینجا رو اوکی کنم. خب من الان دوربینو واسهتون میکارم. من اینجا دوربینو واسهتون میکارم، بعد اوکی میکنم دیگه. ما اوکی. سعید من اینجا رو دارم. بذار ببینیم امیر فهمید تصمیمشو گرفت. چی شد؟ ببین من اینجا رو انتخاب کردم دقیقاً بین این 3 تا درخت. چرا؟ از زمین صافش رو دارم برای خوابم که یه فقط شیبه باگه. این شیبه برام باگه. به جز اون این درخت‌ها برام پوینت خوبیه. پس تمام؟ تایید شد. اینجا مکانیه که امیر قراره باشه. فاصله تا چادر اتراق ما اونجاست. بچه چادر اتراق ما رو بهتون نشون ندادم. اونجا چادریه که من و فیلمبردار عزیز قراره عشق کنیم. اونجا فارغ از هر گونه لیمیتی زندگی می‌کنیم و عشق حال دیگه. من یه جا پیدا کردم ولی اینجا کنار جنگله. ببین بچه‌ها باید نزدیکشون که تو رد نگاهشون باشه
بس خوبه. امید وقت تمومه بچه‌ها دیگه. من کاری ندارم، من اوکی ام. ببینیم امید کجا رو انتخاب. یا خدا اینجا رو. خب تو اونجایی؟ من اینجا شبمون بالا میخوام. خب الان چرا اینجا رو انتخاب کردی؟ تو که هم نزدیک به تو، چالش بدی سریع بپرم بیام سمتت. بعد خوبه دیگه، جای دنج و خفنی. اینجا نزدیکه بهار، برو آقا. حاجی نه الان دور تا دورش هیچ جا نمیشه. برو همون سیاهی که گفتی اوکی. برو الان. یادار بازنده. ببینید اینجا به نظرم مناسبه. هم مکانش اوکیه، هم درختش هم داره. خب بچه بهارم انتخاب کرده جایی که میخواد و بریم ببینیم چه جوریه. بهتر از بقیه است یا نه؟ خب چه جوریه اینجا؟ آره من چرا نمیای بین این 4 تا درخت؟ خب من کل این محدوده مال منه دیگه. نه دیگه اونقدر نمیتونی فضا بر خود برداری دیگه، مثلا نهایت 6 متر دیگه. ببین من از اینجا به این ور میخوام داشته باشم. تایید شد، مکان بهارم اینجا شد، دقیقاً فاصله تا چادر. همینطوری که میبینید یه حالت نیم دایره بین چادر ایجاد شد از بچه‌ها، اول بهاره، امیر و بعد امید. لیتس گو. آقا ما خودمون اینجا یه چادر داریم، چادر گرم و نرم عالی که قرار خیلی هم تجهیز بشه، الان خیلی به هم ریخته است. اینجا کلی خرت و پرت و چرت و پرت داریم که همه اینا وسیله‌هایی هستن که قرار سهمی بندی بشه بین بچه‌ها و به دست بیارن دیگه، ولی یه سریاش هم مال خودمون انحصاری که تو چادر قراره که زندگی لاکچری داشته باشیم. دوستان برای چالش اول 3 تا رتبه داریم، همونطور که می‌بینید، اول، دوم، سوم. نفر اول 2 تا وسیله به شدت پرکاربرد میبره. اولی یه چاقو خیلی خیلی خوب و دومی یه تبریه که یک در واقع اره‌ایه که واقعا نیاز داره. این نفر اول این دوتا رو به دست میاره، این نفر اول. نفر دوم یه دونه تبر با این چاقو رو میگیره و نفر سوم میتونه این چاقو رو داشته باشه. خیلی خوب، واسه اینا شما باید الان امروز اولین چالش رو داشته باشید و فایت بدید. حالا چالش چیه؟ واسه چالش اول بچه‌ها ما یه دونه بیل داریم، هر کسی 40 ثانیه وقت داره که زمینش رو بکنه و یه متر داریم، هر کی عمق بیشتری بکنه. عمق مهمه، گودی مهم نیست، عمق مهمه. نفر اول آقای تکبیاره چیه؟ تکبیاره بدین اول. خب بندازید. چرا؟ نه تکبیاره بندازید. هر کی تکبیاره. شما دوتا هم سنگاز قیچی کنید تا یکی. سنگاز قیچی. امیر دوم، بهارم آخر. 1 2 شروع. اوه به مشکل خورد. انداخت کنار باورم نمیشه. 30 ثانیه، 32 33 34 35 36 37 38. تمام 10 دقیق 10 تا. امیر جان بفرمایید شمایید. Let's go 1 2 3. امیر کلا جهت رو عوض که 16. هنوز وقت داری؟ 18 19 37 38 39. تمام 11. خب بهار شرکت کننده آخر که میخواد این چالش رو بره. الان امیر با تقریبا 2 میلیمتر امیر بیشتر از امید بود. خب بریم، آماده ای؟ 1 2 3. اوکی. اوه فر میده این بازیکن. فیلمبردار گلی شد. 21 ثانیه 29 30 10 ثانیه دیگه. کمان 38 39 تمام. 6 و نیم خورده ای شد دیگه. خیلی خوب. طبق چالشی که داشتیم بهترین با 2 میلیمتر. بهاره کارش خورده سخت‌تره. چاقویی که داره یه چاقوی چی بهش میگفتی؟ چاقوی زنجانی. آره. بلافاصله بعد از همین چالش میریم چالش بعدی، چون ربط داره به وسیله‌ای که دارن. باشید که میایم دیگه. بچه‌ها فکر کنم دارن تمرین میکنن انگار چالش بعدی چوب بر بشه که چجوری با چاقو چوب ببرن. من هیچ ایده‌ای ندارم راستیتش و امیدوارم که تو چالش بعدی خود بهم کمک کنه. همین اینکه آقا ما باید بریم دنبال چوب. الان من میخوام شروع کنم. یه کنده درخت خیلی بزرگ اینجا افتاده. اینکه من میخوام شروع کنم اینو قشنگ به عنوان یه دونه مخزن برای آتش زدن بیارم، چون باید کنده هی تزریق کنی با چوب درخت ریز. خب ما بریم چند تا چوب موب بکنیم. این دستکش رو میکنم دستم که خواستم چیز کنم. اینجا ببینید خواستم چوبی چیزی ببرم دستمو نبره حاجی. خیلی خوب. چالش بعدی یکی از چالش‌های خیلی حساسی که به ادامه فرآیند شما و سروایو شما تو این یه روز خیلی کمک میکنه. نفر اول همچین چیزی میبره واسه روشن کردن آتیش. مورد بعدی
این مکعب آتش‌ساه توش یه سری مکعبه که من اگه بازش کنم توش 6 تا مکعبه که آتش‌ساز و به راحتی آتیش میگیره، نیازی به هیچ سوختی نداری که بخوای حالا خیلی بری چیز کنی و به همراه یه فندک که بتونی کارتو راه بندازی. و نفر سوم که یه دستبندی میبره که یک پوینت خیلی خوب داره. اونم چیه؟ این دستمند مجهز به سنگ چخماخه و شما میتونید با سنگ چخماخ آتیش درست بکنید. حالا چالش چیه؟ دقیقاً به طول 120 سانت شما باید یک چوبی برای من پیدا بکنید که فیت 120 باشه، هر چی نزدیکتر به 120 سانت باشه چه برنده است. 10 دقیقه تایم دارید که برید پیدا بکنید این چوب رو. وای چقدر کم شده، سخته. و من الان باید چوب 120 سانتی پیدا کنم. من میرم چوب پیدا کنم بعد بهتون خبر میدم دیگه. آقا ما چوبمون رو پیدا کردیم. دقیقاً یعنی دقیقاً بذاری زمین، قد سعید رو حساب کنی 120. این دقیقاً تا پهلو. بین این که اینا رفتن دارن چوب جمع میکنن، من این وسطش باید برم اینو قایم کنم یه جا واسه آیتم بعدی، چون باید پیداش کنن. من میرم قایمش میکنم، بعد شک کم نکنن تا موقع بعد بهشون یه آدرسی میدم، میگم آقا مثلا تو هول اینجا فلان جا مثلا میتونی هر کی زودتر پیدا کنه مثلا اینجا. خلاصه این آره. من این چوبه رو نمیتونم بکارش بکنم. این یه وجب، این دو وجب، این 3، این 4، این 5، این میشه 120 آره. حاجی من همین میبرم. بیله کو. بیله رو جمع کرد. آره آفرین. بچه‌ها اون امتیازش بیشتر از این سیاه هست، یعنی کسی اونو پیدا کنه اول میشه، اینو پیدا کنه دوم میشه. خب نفر اول آورد آقای امید. زیاد فشارش نده. خیلی خب بذار همه بیان تا ببینیم در نهایت چی میشه. فعلا اینجا باشه. به به. خب ماشاءالله این نگاه کن چقدر شوق و برق داره. این همه چوب تو جنگل همین. این برای امیر تقریبا همسنتن. خب بهار خیلی خب اینم واسه بهار. نفر اول امیدو میگیریم ببینیم اولم آورد. خیلی خب 108 سانت. 108 سانت برای تو کوچولوتره. 105 سانت یعنی هر جوره کمتر از میدی. خب بهار 117 سانت. 117 سانت. چه جوری اینقدر دقیق؟ این برای شما، این برای شما. آقای امید این برای شما. امیر جان انشالله که زنگ چق، ولی اینجا یه خوبی داره. قدنما داری 1، سود داری 2، 3 اینجا آنتن میده، یوتیوب داریم. یاد بگیر سنگ چخماق چجوری کار میکنه. چاکرم. برید به سلامت. راند بعدی میبینمتون. چاکرم. همه بوس و کلهاتون بابا. خیالم از آتیش راحته. ببین بزرگترین باگ یکی آتیشه، یکی کیسه خواب. این دوتا رو بتونم به دست بیارم چالش برام ایزی میشه دیگه. خدا وکیل. الان برم یکم چوب جمع بکنم چون هیچ چوب ندارم دیگه. من میگیرم اومد بریم سراغ کنده‌کاریمون. من دیگه فیلم برداری نمی‌کنم، میریم همون اره‌ای که داشتیم می‌زدیم ادامه میدیم. کنده اینا رو میاریم اینجا دپو می‌کنیم. قشنگ جا داره، یعنی اینجایی که برای خودمون مشخصه دپو می‌کنیم و دیگه میریم برای حالا سنگ چخ می‌کنیم. چیکار می‌تونیم کنیم؟ من یه آتیشه اینجا درست کنم، واسهتون ویدیوشو میگیرم. چرا بالا روشن میکنم که اگه حیوان چیزی هم اومد سمت ما حداقل بالا باشم. یه خواست بیاد بالایش پرت کنم سمتش. آجی یه جنگلیم و خطری. من اینجا بودم فقط. خیلی خب خوش اومدید به یک آیتمی که خیلی حیاتیه. این و بعدی آب و غذای بچه‌ها رو تامین میکنه. آب و غذای بچه‌ها اینجا جیره بندی شده. همونطور که میبینید نفر اول، نفر دوم و نفر سوم. ولی یه رازی پشت این داستانه. شاید با خودتون بگید خب مثلا حالا مهم نیست چقدر ظرفیت داره، کارو راه میندازه، ولی این در واقع در اصل سهمیه آبتونه. یعنی کسی که اینو ببره نفر اوله، در آینده ما چالشایی داریم واسه آب دادن. اون میاد اینو دوباره پر میکنه. خب آب خوردنتون هم هست دیگه. نفر دوم اینو میاد پر میکنه. یعنی شما عملاً آبتون هم نسبت به گنجایش این دارید. حالا چالش چیه؟ 2 تا آیتم اینجا مخفی شده توی همین دایره‌ای که ما هستیم. یعنی این درخت‌ها رو در نظر بگیرید، بیشتر از این دایره نرید، یعنی از شیبا پایین نرید. 2 تا آیتم مخفی شده. خب یکی از آیتم‌ها ارزشش کمتره، یعنی نفر دوم تعیین میکنه. یکی از آیتم‌ها نفر اولو تعیین میکنه. متوجه شدید؟ و کسی هم که هیچی پیدا نکنه طبیعتا نفر سوم میشه. یک نفر میتونه 2 تا رو پیدا بکنه و به انتخاب خودش میتونه نفر دوم رو تعیین کنه. شروع شد. و سعی کردم یه انگاری حس میکنم که یه چیزی پیدا کردم. سعید چه خودتی گم شدی؟ بیا تو رو پیدا کنی. آقا باید بگردیم دنبال آیتم و من میخوام از یه چیز فقط استفاده کنم که برگا رو تون بزنم کنار. آجی نخ پیدا کردیم. این به کارمون میاد. اینو بذاریم کنار. 100% به کارمون میاد.
اینو من گذاشتم. بهار چیکار میکنی؟ کاپشنمو. شاید یک آیتم چیز بازی. خب شاید یک آیتم دستته. الان هممون توشیم؟ نه یعنی خب الان ما هم بهش نزدیک شدیم. اندازه‌شو بگو چقدر داخل. نسکافه داش پره. نه من نسکافه خب ولی پره. من اینو برداشتم. آقا یه چیزی میتونیم بپرسیم به چی ربط داره؟ چون ما میبینیم نمیفهمیم. نه میبینیم متوجه. الان سیگار خوب سیگار هست. الان آقا این سوسه نیست. هر چی دیگه میخوام بردارم. هر چیزی که فکر کنم. حاجی ایسامونو گرفته. هیچی اینجا نیست. حاجی فقط بزرگ کوچیکیشو بگو. بزرگه کوچیکه. هیچی نمیگه. اگه بزرگه آیتم اوله که بهار پیدا کرد. الان نزدیکترین شخص به اون آیتم بهاره. سعی گفتی از وسایل خودته دیگه. آره الان نزدیکترین شخص به اون آیتم امیده. اینجاست. الان نزدیکترین شخص به اون آیتم امیره. ایسامونو گرفته به اول. الان امیده. میدونی از کجا فهمیدم؟ رو چاله همونو پوشونده بود. بهار هر دوتا آیتم رو پیدا کرد. بیا اینجا. بچه این آیتمی که چال شده بود نفر اول رو تعیین میکرد. فقط برگیریدم. اینو که میدونی کجا بود؟ همون اول بهار پیدا کرد. تو جیب کاپشنم بود. بهار الان نفر دوم میتونه به انتخاب خودش. بگو دوست داری الان کی نفر دومت باشه؟ امید به من هی میگفت تو بازنده ای تو بازنده. اوه مای گودنس. من اجازه نمیدم اصلا انتخاب کنیم. من اینو برداشتم. خب پس بگو دوم. این کارو میکنه که اونو. خیلی خوب امید نفر سوم و امیر نفر دوم تعیین شد. برید بذارید بیاید. قراره الان بچه‌ها رو صدا کردم که بیان برای مرحله بعدی. چون این چالش یکی از مهمترین قسمت‌ها و چیزاییه که ما میدیم. نفر اول، نفر دوم و نفر سوم. البته نفر سوم یک راز کوچولو داره که متوجه میشید راجبش. خوش اومدید همگی به چالش خیلی مهم. یه چالش به شدت مهم. حالا چرا مهم؟ غذای شما تا آخر شب اینجا تعیین میشه. نفر اول همینطوری که میبینید یه کنسرو ماهی تون با لوبیا داره، یه دونه ساندویچ ژامبون مرغ داره و حالا با این ظرف و ظروف که برای همه یکسانه، کاری باش نداره. فقط واسه نفر اول دسته هم داره. نفر دوم یه دونه کنسرو ماهی تون با لوبیا. حالا شاید با خودتون بگید چرا نفر سوم هم همونه، ولی در واقع نفر سوم بعد از اینکه تعیین بشه این باز میشه و یه مقدارش توی قابلمش ریخته میشه و فکر کنم یک سومشو میبره از این. بیاید اینجا. اونجا یه سنگ میبینید؟ اینجا ما یه سنگ داریم. شما از دقیقاً جای چاقو نفری 10 بار این سنگو میندازید. نفری 10 بار میندازید. نه تا بخوره بهش نه. هر کی بیشتر زد بهش بلیچ. تو اولی نفر سنگاز قشی تا یک. نفر اول امید، نفر دوم بهاره و نفر سوم امیر. پرتاب اول فیلد برو. دومی فیلد. 3 تا هیچی. سومی اوه چهارمی بود البته ببخشید. اوه بنازم. 2 از 5. اوه بنازم. 3 از 7. 4 از 8. 2 تا دیگه داری. بچه‌ها رقیبتون مثل اینکه کاربلده. آخرین گزینته تا الان 4 از 9. نصف میشی. بزنی 5 از 10 میشی. نزنی 4 از 10 میشی. بزنی 5 از 10. اوه 4 از 10. خیلی خب. بهاره شرکت کننده دوم. ببینیم چند تا میتونه بزنه. وای. اوه بنازم. 1 از 3. 1 از 3. اوه وای نخورد حاجی. 2 تا دیگه داری. آخری. یکی زدی. باز چی بهت میدم؟ اینا 1 از 10. بهاره 1 از 10. منم 4 از 10. 4 تا زدی. آره. خیلی خوب. آقا رسیدیم به شرکت کننده بعدی آخر امیر. اوه اوه یکی رو زد. الان با بهار مساویه. الان 4 تا یکی دیگه. 4 تا یکی. اوه دومی رو زد. اینم نظر من بردم. من بردم دیگه نزن. 2 تا دیگه 2 تا رو بزنی مساوی میشی باشه. مساوی بشه اتفاق. حالا بعد میفهمی یه رقابت نهایی میکنید. الان اگه اینو نزنی تمامه. تمام. داداش. بده به گشنه.
خوششنف خدافظ. آجا گاز میدی. تمامه. چاکرم. بریم تا چالش بعدی. ببینیم بچه‌ها چیکار می‌کنن. سهم غذای کمتر طبیعتاً گرفتم دیگه و من از این ناراحت نیستم که غذای کم گرفتم. ببرم چوب جمع کنم به نظرم نه. الان حجم چوبی که جمع کردم همینقدر. اینو من روشن کنم ببینم چی میشه. بعد کتریمو میذارم تو آتیش بجوشه یه چاییه. مشت بخورم خیلی دلم هوس چای کرده. برای درست کردن آتیش این شرایطمونه و میخوام اینجا آتیشمو درست کنم. ببین چخمخه سخته باش کار کردن. واقعا مصیبته. اینکه در حد یه جرقه بهت میده. باید یه جرقه رو بگیری و یه کاغذ یه چیزی یه چرت و پرتی رو روشن کنی. بعدش حالا نمه نمه از چوب استفاده کنم و حالا اوکیش کنم دیگه. اومدیم بیزی دیگه مثل ما ساندویچ داره. به بعد بریم جلو اونا دیگه. آره بریم جلو. تو یه دونه داری ما تا شب داریم. دوستان عزیز زمانی که اومدی ساندویچ کیتی دماغم. تو واقعا مزه داشت من بذاره. بریم شوخی. آره من غذا گفتم هیچ مشکلی نداره. فقط تنها نقطه ضعفت همون چاقویی که داری. من اگه اون عرارم داشتم باز من نمی‌تونستم. آره می‌خوری؟ برو گم شو. در تلاش روشن کردن آتش خیلی سخته با چخمه. می‌خوری؟ کثافت گم شو. ما از اینا دو تا دیگه داریم نمی‌خوری؟ از ظرف لوبیامون استفاده میکنیم برای روشن کردن آتیش. از کاغذمون استفاده کنیم و نمه نمه باید یه گور بگیریم. شوار جمع می‌کنم میام دیگه فکر کنم سکانس جذابی نباشه واسهتون ببینید. این شوار جمع می‌کنم میام تا اینا بگیره تا برگرده. سلام بچه‌ها چطوری؟ امید آتیش خوبی درست کرده خدایی و باریکلا. بچه‌ها ساعت 3:26 دقیقه بعد شما الان تو که ساندویچی تو نصفشو خوردی. شما دو تا هیچی نخوردید. هنوز نتونستن آتیششون رو که از شدت گرما من لباس کردم. میتونم هوا وسط زمستون. بهمن ماه. و حالا رسیدیم به چالش بعدی. این چالش خیلی باحاله و واقعا دوست دارم ببینم چه اتفاقی میفته. این چالش خیلی جالبه و خودم خیلی منتظرش بودم که ببینم شما واکنشتون چیه و چجوری میتونید این کار انجام بدید. همونطور که می‌بینید نفر اول 2 تا زیرانداز خیلی هم بزرگه. تقریبا فکر کنم 3x3 اگه اشتباه نکنم یا بزرگتر یا تقریبا همین چیزیه. نفر دوم یه دونه از همینا و نفر سوم یه دونه پانچو فقط میبره. حالا چالش چیه؟ ما اینجا برای شما یه دستکش در نظر گرفتیم. هر شرکت کننده‌ای که بخواد چالش رو انجام بده دستکشش رو میپوشه و این تناب هم واسه اینه که دور درختی که میخواد ازش بالا بره بندازه و بره بالا. لیتس گو. بیاید اینجا. دستکشاتون رو میپوشید، میندازید دور این درخت، میرید بالا. داش من چون همه چیز اول بودم نمیشه یکی دیگه اول بره. پلم پولم بلیچ می‌کنی؟ حالا داش من 3 تا اول بودم. پلم پولم. خب تو باختی پلم پولم بلیچو. نه باز. بازم اول شد. گاز قیچی همش میوازه. شرکت کننده اول امید دوید. این پارکورکاره قبول نیست. هر کی بیشتر بره دیگه. پارکورکاره؟ امید پارکورکار بود حاجی. از کی تا حالا؟ 4 سال پیش کلا 2-3 سال پارکور میکرد. جدی؟ از ساختمون صاف میره بالا. کو همون رفتی بالا پشت برگردون بزن بیا پایین. به به این بازیکن چقدر قردتی سرعتی. اون شاخه حس میکنم میشکنه. و اندازه‌ش حواست باشه. میخواد بیاره جا بالا. امید داداش میخوای تو وسایلت هم ببر اونجا بزن. ببند همین چیو. رفتم بالا پیشم چیزی باره ناراحت شد. گم شو. داداش بی خیال. بیا پایین. اعتراف میدی؟ هزار تو دوتا رو حالا تو هرچی دوست داری برو. من خودم اون اعتراف. البته الان که فکر می‌کنم من بدون تناب منم تا اونجا میتونم برم. تنابه اصلا به درد نه ساختمون 3 طبقه رو میره بالا. من دیدم. خب پارکورکار نیست میمونه. میمونه دیگه میمون. نه انصراف میدید بیا. انصراف چی میگی؟ انصراف نداریم گم شو بیا پایین. من میرم بالا. برو بالا. الان دیگه از تو بالاتر کسی نه بذار بره آقا اصلا تا همونجا اوکی آره. بچه خب بیا پایین دیگه وقت نداریم بدو. میدونم الان پای رو من نمیتونه بیاد. ببین اگه تو را بمیری 0 امتیازا. حاجی فکر کنم آره از تو بیشتر رو حاجی. خان نداره ازم. یهو بره اون نوک. نوک. تو دهنیه تلاش تو. اینا رو بگیر. حال شدی؟ کمک میرسونیم ما. برو. نمیشه من نمیرم بیا شما برو. پاش بگیر بلند نشاره باشه. به من انصراف بدم. اصلا نمیشه. آره انصراف داد. تو الان باید بریم امیدو بگیری. برو رو امید کم کن. حالا شما داش پارکورکاره. بابا اینقدر نگو تو هم احمقی. دیگه احمقی. من خسته بودم آجی تا تاش. کفش من رفتم اون بالا واسط میشستم. سولشیه کفش منو بدی. واسم
بهونه فیفا بهونه میاره، این بهونه میاره، همه قرمه سبزی‌ها رو میخوره. خفه شو. برسه به شاخه همه رو میده حاجی. جدی از شاخه به بعدش سخت چیز از شاخه به قبلش رسید به شاخه. میری جدی میری ها تا بعد اون که امید رفتم میری. من آجی کجا بودم؟ من میدونم تو کجا بودی. رفیقم بابا نمیخوام سر سگ بره این نه بابا چی رفیقم من دومی. اوکی امیرم دومی رو ترجیح داد. تنها میمون جمع امید بود. اوکی بچه‌ها امید دستم بر بالا چون خیلی ضعیف چون خیلی ظلم کردی یکی میگیری. کل این پارک میتونه کل اونو بیا آقا امیر و شما عشق کن به نظر برید 5 دقیقه دیگه برای بهترین و مهمترین آیتم که امشب غذا کوف کنیم زایی غذا کوف کنیم. خب برید بیاید. خیلی خوب دوستان چالش آخر و آخرین آیتمایی که واسه تحمل شرایط مخصوصا الان هوا خیلی داره سرد میشه کم کم باید داشته باشن بچه‌ها. کیسه خواب که بلا استثنا به همه بچه‌ها داده میشه چه نفر اول چه دوم چه سوم چون بدون کیسه خواب پاره میشن و اصلا نمیشه. ولی هر کسی به لولی که داره نفر اول یه بالش به علاوه تابی که بین دو تا درخت وصل میشه و خیلی چیز باحالیه. جدا از تاب میشه خیلی استفاده‌های خفن دیگه ازش کرد. و نفر دوم فقط بالش و کیسه خواب و نفر سوم فقط کیسه خوابو داره بدون هیچ بالشی. بعد از این آیتم شما دیگه فقط بحث سروایو خودتونه تا فردا صبح دیگه. آره زندگیتون بدون دیگه هیچ چیزی ندارید که من بخوام بهتون بدم. هر چیزی که دارید و آب. آره اون آب دیگه همون بحث سهمیه‌ایه که هست. حالا چالش چیه؟ هر کدوم شما یه تناب دارید. این خدمت شما، این خدمت شما، این خدمت شما. بچه‌ها طبق چیزی که من دیدم سخت‌ترین کاری که از صبح داشتن انجام میدادن هیزم جمع کردن بود. خسته نباشی. این حجم از چوب با کلی مشقت و سختی الان که اصلا داداشتون تموم شده واقعا. الان دوباره باید برید هیزم بیارید. منتها هر کی بیشتر هیزم بیاره خب طبیعتا لولاش از اول دوم سوم مشخص میشه. و یه قانونی که وجود داره از هیزمایی که الان کنار آتیش خودتون هست نمیتونید بیارید. از هیزمایی که جمع کردید نمیتونید استفاده کنید و کاملا باید نیو باشه. برید هیزم جمع کنید بیارید. هر کسی 10 دقیقه وقت داره. اتفاق خاصی نیست که بابا. آفرین. نه نگاه این ور بیا. بچه من زحمت میکشم واقعا. حق مایی رسیدم. بیا. خب منو بگیرید. نمیفتی نداره. باید بریم به دنبال هیزم. ببین من فیلم برداری زیاد نمیتونم کنم چون فقط باید بگردم. یعنی تا جای ممکن فقط باید بگردم و هیزم جمع کنم. آجی نمیدونم این دیگه زیاده یا نه. من پاره میشم. ماشاءالله ماشاءالله. خب بذار اینجا مرسی. هم خارخاریه. خوبه امشب کارمون در اومده. کدوم یکی از شما میتونه بیشتر آتیش نگه داره؟ فهمیدی این چیز؟ حجم حساب کنیم میشه دوم. این؟ آره واقعا. آقا من رفتم. آقا این بدون هیچی اومد 3 ساعت. چی شد؟ آقا ببین من رفتم این مسیر رو. این وسط یه گودال داره اصلا راه نداره بری. من یه جا رو پیدا کردم قشنگ طبیعت برات پله گذاشته بود. یعنی پله پله میرفتی یه تیکش شیب خیلی زیاد داشت. بعد میرسیدی اونجا انقدر چوب دقیقا. فیلم گرفتی؟ میشد فیلم گرفت. یه وضعیتی بودم وحشتناک. خوب. آقا انقدر چوب پیدا کردم. همه رو قشنگ جمع کردم دقیقاً انقدر چوب. بعد آوردم شیب اولیه نتونستم بیارم پایین. آوردمش بالا. چه عرقی کرده آجی. بیا نزدیک برو نزدیک. حالا بهتون نشون میدم. خواستید بریم اونجا رو نشون میدم. چوبا رو نشون میدم. الان از اینا بیشتر بود؟ خیلی بیشتره. آقا من خب تایم 10 دقیقه بود. من رفتم اونور با اره برقی 7 تا درخت اینجوری رو بریدم خب. ولی 45 دقیقه بعد رسیدم. خیلی خب بیاید اینجا. خیلی خوب داشتم بیا. عشق کن. فیلم بردار بگه به نظرت کدوم برد؟ من بگم که منو میزنه. نه ما هیچی. خب دیگه قبول من بردم دیگه پس. آره دیگه تموم شد. اوکی. خلاصه تمام تجهیزاتی که تا الان بچه‌ها بردن همشون مجموعه‌ایه که تا فردا صبح بتونن سروایو کنن و واقعا هوا سرد شده. خود من الان با این همه تشکیل تو چه جوری آستین کوتاه داری؟ داش شرایط من اونجا میدیدی ببین اصلا جر می‌خوردید. اصلا پشمام ریخته. یعنی برم اونجا رو نشون بدم اصلا پشماتون میریزه که من خیلی دوره؟ همین
دقیقاً. خب ببینیم چقدر هیزم داری. بیا تو قشنگ اینا رو رفتی؟ اینا رفتم به اون پایین بودم. اونجا نه رفتم جلوتر اون وسط اون چوبا رو می‌بینی. اون وسط دیدش. اصلا اونجا بهت زنگ زدم. اونجا به سعید زنگ زدم گفتم بیارم چوبا رو نیارم. هوی اصلا نرو جلو. اصلا نرو جلو. این دو سه بار اوه اینجا هم پر چوب ریخته. من غذا هم نخوردم وقت نشد. اینم که چایمه الان اگه بتونم الان یه لیوان چای بخورم عشق میکنم. من آتیشم را بندازم و بریم دیگه برای خوردن غذا و خواب دیگه. به ببین بهار خانم چه کرده. شما فکر نکردم بتونم تنهایی واسه خودم همچین چیزایی درست کنم. ببین من از هیچی ناراحت نیستم. خب از هیچ. تنها چیزی که من ناراحتم که چرا بهم نرسید تابه. چون من موقع خرید تاب خیلی ذوق داشتم. خب تو الان تو هم جایی نداری بخوای آنجا. البته چرا میتونستی؟ من بر اساس تاب انتخاب کردم. خب دیگه نباید انقدر امید می‌داشتی ولی در کل همیشه میگن باید امید داشته باشی. وگرنه من از همه چیزم راضیم. هر چیزایی که می‌خواستم الان در کل حالا هنوز البته شبو پشت سر نذاشتین چون شب واقعا سخته سردم هست ولی تا الان از چیزایی که داری راضی یعنی من واقعا راضیم. حتی من هنوز نهار نخورم و هنوزم آره بچه‌ها ببینید نهارش هم هنوز نخورده که بخوایم نصف کنیم. داریم میریم پیش عمو امیر گیل. غذا من هنوز نخوردم. بهارم همینطور. هنوز غذا نخوردم. قند به مغزم نرسیده و واقعا اصلا دیگه روانم. چای هم داریم آب تو جوش بیاری چایی بزن بر بدن. آتیشم خاموش شده که یه ذره زیرش روشنه. دارم تلاشم میکنم دوباره راش بندازم. بعد زمان برد چالشا آتیشو از دست دادم. این کیسه خوابم شرایط خوابم او بازش کردی؟ بازش کردم و آنباکسینگ کیسه خواب. سلام همسایه. تو یکم اوضاع سخته واسه آتیشه دوباره باید اوکیش کنی. واقعا شرایط آتیشم. خیلی خوب اینم لایک من از جهت اسکوید گیمی. 2-0-1 بازی هستم. Hey what's up bro? See that shit bro. Oh my god رنگ و برنگ. دو تا رو انداخته زیرش عملا انگاری هیچی. کافی همسایه بخواب راحت باش مطمئنی صفر بستی؟ خودم خوابیدم. به بیا اینم به آرزو رسیدی. خوشحالی؟ چه جوری برم روش؟ بپر نیفتی از پشت. برو. میترسم بیفتن. تو پریدی؟ اوی صفر. از پشت با کله هری پایین. نه حواست باشه. بخواب همونو بخواب. خیلی تاب حال میده بچه‌ها. الان مثلا اینجا قشنگ ویلا درست کردم. آره. من بعدی میدونی چیه؟ اینجا چیزی ندارم که اینو بذارم بالا سرم. بود میخوام زیرم. متوجه نشدم. این چیزا آبیه رو بالا سرم نمیذارم. او یخ میزنه. با کیسه خوابش مگه بره توش. با کیسه خوابت یا تو من میگیرم اونو میدم. آقا این نسکافه داستان داره. ما نسکافه رو پیدا کرد. داشتیم اونجا آیتم سعید میگشتی یهو دیدم سالم رو زمینه. برداشتم و الان دارم میخورم. آخری دیگه همه رو جمع کن. زندگی ایدئال. سعید واقعا لوبیاتون ما یه چت‌ترین چیز دنیاست. خیلی بد مزه. آقا نور رو فکر کنم خیلی الان افتضاح دارید دیگه چون هوا واقعا دیگه داره تاریک میشه و شاید باورتون نشه من هنوز غذامو نخوردم. منتها اینکه آتیشم آماده است. آتیشم دوباره آماده شد و گفتم به خاطر بحث فیلم برداری و چالش‌ها و اینا که رفتیم ما آتیشم به طور کامل خاموش شد و از اونجایی که من سنگ چخماق دارم دهنم سرویس شد برای اینکه دوباره بار دومم بخوام روشنش کنم. بریم برای پخت و پس که غذامون رو بخوریم. واقعا چون غذا نخوردم دارم میمیرم. غذا بخورم و برم بخوابم. مستقیم میرم برای خواب. بریم ببینیم شب چه اتفاقی برامون میفته. فعلا که همه چی ایدئاله. بچه‌ها دیگه آخر شب من بعد از این سکانس دیگه خودمون می‌خوایم بریم با فیلم بردار بگیریم بخوابیم. اینجا دور آتیش داشتیم دیگه آخرین چاییمو می‌زدیم بریم ببینیم بچه‌ها در چه حالن. اول از امید شروع کنیم بریم. حاج امید چیکار می‌کنی؟ چی؟ خاموش شدی؟ نه روشن میشه ولی خب با سختی دیگه. تو کی می‌خوابی؟ این روشن کنم خوابیدم. سرده. خب یه روشن کنم بخوابم دیگه. اگه داداش
تو این که عشق میکنه، تو خونه میاد خونه رو یخ میکنه بعد میخوابه. من بخوام غذا مزه رو که خورده دیگه تا ما خب الکی بس کردی؟ ویلا مخ اسکل. خیلی قوی این امیر چیکار میکنه؟ هر کسی یه چراغ داره دیگه. خب چیکار کنم؟ هر کدوم از اینا داشته باشید یکی؟ داشت به همونا میدادی که عالی میشد. خب تو وضعیت چیریه؟ والا وضعیت فوق‌العاده شغل. چیزشو تون شو. دونه ماهیم اینجاست. عرض به خدمت شما این که کیسه خوابم آماده است. فقط آتیشم رو بندازم. هیزومت به اندازه‌ای هست که تا فردا صبح روشن. آره فقط میخوام هیزوم اد کنم که تا صبح خاموش نشه، چون باید هیزوم بزنم یه گوشه که فقط دور بگیره و خاموش نشه. تو چه وضعیتی هستی؟ عالی. من فقط باید هیزومو پیدا کنم از توی چادر بریزم تو صندوق. داداش خیلی وضعیت سخته. خیلی اوضاع خرابه. بریم ببینیم بهار. چای بریزم. بهار از اینجا نمیدونم دیده میشه یا نمیدید؟ یه آتیش کوچیک همونطور. آره بریم ببینیم. برنج خیس کردم. برنج خیس کردی؟ ای بابا نه دیگه میریم مهمون. یه چایی بخور. دست شما در نکنه. اون بر غذاشون خوشمزه داره. خداحافظ. بهار تقریبا از همه جلوه. میگم از همه جلویی. همه در حال آتیششون نگاه چه گوگولیه. این نتیجه رسیدن که هرچی زودتر بخوابی زودتر صبح میشه. خیلی سرده. آتیشت خاموش میشه. چوب گذاشتم امی الان تازه توش. آتیشت منظور اینه که تا یه ساعت دیگه خاموشه. نیم ساعت دیگه. خوابم باره. خب یخ میزنی شه. کلتو بیشتری توش میذارم. کلت هم بکن تو کلت. آره. الان دیدم نور داره میاد کله‌م. ولی کیسه ها گرمه جدی. آره اصلا پاهم اوکی شده. کیسه ها واقعا گرمه. حالا و خوبه. خیلی سرده. ما هم بریم دیگه بخوابیم. بچه‌ها این آخرین شبی بود که یعنی در واقع آخرین سکانسی بود که اومدیم به بچه‌ها سر زدیم. اگه دوست داشتید حتما تو کامنت‌ها بگید و همین دیگه. لایک کامنت سابسکرایب خداحافظ.